من به اون بیمارخانه‌ای که تو تولد شده بودی رفتم، یگان خیل حجت پیدا نکردم. نبود. یا خدایا چی خیل نبود بیتول؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. شاید برادرم را به یگان عائله دیگر داده باشم. من از کجا میدونم اکا؟ نه، غیر امکان است. من در خانه در این موضوع تماما هیچ چیز نشنیده بودم. چیزی نیست بیتول جان، اوف پروا نکن. غمگین نشو. از اول هر دویمون بودیم، حالا هم هر دویمون میشیم، پروا نکن. دایی مادر برات میشن خواهر جان. میگویم در مسجد برای ما کلاس از پس نایت رهایم کنید. این دامولای دیوانه باز از بیمارخانه گریخته است. بچه ها او را داشته نمیتونم. به خدا حیف شد. خدا باید ایستا بمونم نگوره زیستا رهایم کنید. دور شوید نگویم. چرا نمیفهمیده؟ هجری کابکم کن نگویم. ادف شافر نگویم. هجری دروی کارو نکنه، گناه هست. دور شوید. کمیسر لیون بخیر است. در این جایها چی میکنی؟ من کمیسر رو نلو میکنم. اگر او رو دیدید حتما به ما خبر رسونید. فهمیدید؟ کمیسر رونالدو رو میگویی؟ بله، اگر او رو دیدید به ما زنگ زنید، چون که با پلیس روی دادن وظیفه شهروندی شماست. یه کمیسر اونال گریخته است؟ متاسفانه سردارم گریخته است.
ولی همش از پشت اون احمد شمشک شد. همونند کلتا کلاس رو میگوید؟ کدامونندی؟ احمد شمشک با کلتا کلاس دوگانیک بودن. چه خیر؟ تو چی هم میگویی؟ البته برای همین سردارم احمد شمشک رو کلتا کلاس خیال کرده با این احوال افتاده است. دیونه شده. کار را ببینه بعد کمیسر اونال مغزی دامولای دیوانه هم بجوشته. پروا نکنی از مچیت میخرم قاری محمد رجب هم میارم مچیتون رو آباد میکنم. ای صبر کنید من با شما فهماندم با شما نمیفهمید مگر با شما بار دیگر بگوید که من چند ایمامم ایمامی حقیقی هم من برای گوشه به عقل پشت بوتا نگاه کن. بیتول سمی دیگر تو را غم نمیدهد همین خیلی؟ نه که غم نمیدهد. خب یعنی صحبت کردید. خب مشکلی حل شد. بیتول من باز از تو یک چیز خواهش میکنم. تو با زهرا مناسبت خوب داری همین خیلی؟ میگویم که با او خوردی یگان خی کرده احوال میلیس را پرسیده به من بگو. نفهمیدم. چی مگر میلیس در خونه تو زندگی نمی کند که؟ زندگی میکرد و یکی ناپدید شد. تلفنش هم خاموش است، جواب نمیدهد. چی شده باشد؟ تشویش شدم برای همین. خب که دختر به خونه‌اش رفته است. به این هم میلیس در خونت ایستادنش درست است مگر؟ بیتول خواهرم تو نمیفهمی. من ترس از آن دارم که یگان بیعقلی نکند. برای همین تشویش شدم. ای خب نباشد چرا خودت رفته از زهرا نمیپرسی؟ اکا باوری داری که نسبت میلیس احساسی نداری؟ چه خیلی احساس بیتول جان از برای خدایی. اوف من رفته کمی هوای تازه خورم. یادی رسانه ای برادر من دیوانه نیستم آخیر روی یگان دیوانه دیگر را یابد یا خدای من نوی سفید هستم یک سایه ایستد من ایمامی حقیقی هستم دف شوید گم شوید گفتم نمیفهمید برادران من دیوانه نیستم من ایمامی حقیقی هستم باور کنید من ملایم یا خدایا راننده زود گذراج راننده نبود است یا خدایا دف شوید ناید برادرم مگر دیوانه هستی من ایمام هستم ایمام مسجد این همون دیوانه ما نیست مگر؟ ایست ایست گفتم ایست تو را میکشم تو را کی روان کرد؟ گبزن آدمون سخرات ایمام را بیمارخانه بر وگرنه تو را میکشم. اینجا بیا او را به ماشین سوار کنید. زود باشید. سقراط احمق وقتش رسید جوابی این را از تو میپرسم. منتظر باش میآیم.
انتقام خوراک است که خونو کرده میخوری سقراط. من آن خوراک را تا آن دمی که گرم کرده به نزدت نگذارم آرام نمیشوم. مرا کشتن میخواستی اما تو را با آن ماشین مرده کشک میبرند. عجلت را تا نفس آخرت از من انتظار شو. توسکان اینجا بیا. این چیست؟ نمیدونم سردار. کلتکیلاس اینجا بوده است. نقشه کشیده‌ات به کار نآمده است. چرا به من خبر ندادی؟ سردار نقشه عملی میشد ولی در آخر یکی از ملاهای دیوانه با ماشین جنازه زده کلتکیلاس رو نجات داده است. ملای دیوانه؟ کلتکیلاس رو کی در کجا محافظت میکند معین نیست. باید با دقت باشیم. او به مکانمان در آمده پیام گذاشته واهمه کرده میرود. یگان تویت خبر نمییابید. شاید از بینتان کسی او را محافظت میکند، اما چی کاری که میکند او را میکشم. بیرون برو. جانم چه خیلی؟ خوش آمدی. خوش باشی. خونوب خوردی مگر؟ کم ترکک. چرا هیجان زده هستی؟ کدامش رو گم آن نشه آورد. احمد چیمشک برادر دوگانی کم سقراط باز اونلی دیوانه خسته مرا نیتی کشتن دارد. مرا کسی نجات میدهد ولی نمیدونم کی نجات هم میدهد. برای میلیس هم تشویش شدم. یکی گم شده رفت. چی که پس خودش؟ جانم گوش کن. چیزی باشد میتوانی با من بگوی. نه یعنی چیزی مهمی نیست. نیست؟ هیچ. زهرا به تو یک چیز را گفتنم لازم. اصلا میگویم مادر اصلا مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید. من به خارج نمیروم فهمو؟ میلیس باید اکنون آدمی خوفناک شده است. باید که ما رویم. مجبورن باید رویم. مادر نمیفهمی هیچ کجا نمیروم. تو هم رو گم شو. رو گم شو. چی؟ بله. برادر دوگانیک داشته؟ چی خیلی؟ من هم نمیدونم. همه حجت های بیمارخانه را دیدم. کیش و تبارها را پرسیدم. هیچ چیز پیدا نکردم. نفهمیدم. این خیلی باشد؟ تو؟ بله یعنی این خیلی باشد؟ احمد چیمشک میشوم. یعنی به جای برادر دوگانیکم احمد چیمشک میگذارم. برای همین دیگر از کسی نمیگریزم. یعنی این خبری بهترین بسیار. تو احمد چیمشک هستی؟ نه جانم این خیلی نه. من البته که کلتکیلاس هستم اما در حجت ها نامم احمد چیمشک. یعنی نامی برادرم احمد چیمشک. من به جای او وای شدم. اوه جانم خوب شد که به من گفتی. البته که من میدونم زیاد. برای من احمد چیمشک میشوی. چه؟ زهرا اینقدر ابله بودنت رو نمیدانستم. تو چه ها میگوی زهرا؟ از برای خدا مرا بین. اگر بابایم فکر کند که تو احمد چیمشک هستی چی میشود؟ من تو راحت وا میخوریم. تو رو نمییابد. بیا من زهرایی. همین است راهی حلی یافتد. همین است مگر؟ یگان پیشنهاد داشته باشی بفرما. دارم. چی؟ باید اسباب باید خلاص شویم. چی؟ یعنی با یگان بیمارخانه این کار حل می شود. این روی از اونا هم گفته بود. چی کار میکنی؟
بیعقل به گپ‌های خنده‌آور این بی‌شرف نخند. فکری بد نه. به خدا راستش را گویم من از حاضر تو را یاد کرده ایستادم. چی کار میکنی؟ یاد کرده میگردیم. این زیباست. خیر تو بازدید. تو بازدید. شرفی ابله به مرکز سودا در آمده فکر کرده از من پنهان میشوی ها؟ آدمی بیعقل. دیوانه فکر کرده است که با این افتش ما را فریب میدهد. بیشرف افت خون قدرگور. ایستا این را نگیر. چی شد؟ اوی لعنتی بیشرف! راحت با آخر رسید بیشرف! خدا تو را زدن لعنتی!
صدای دیانگا چی شد؟ با خارجه رفته ایستاده ایم. خورسندی کرده میگردی. نه ینگا از کجا؟ بسیار غمگین شدم ینگا. میلیس را از نام من سلام رسانید. میبوسمش. راهی سفید. اوه خدا رو شکر که از میلیس جانم خلاص شد. مسخره باز. اوف از اون نل گریختیم. حاضر به خانه رفتن نمیتوانیم. در خانه آدم است. خانه زیبا بود است. قوطی پر از مکتوب. این خیلی خانه زیبا خالی استد و ما در کوچه آواره گردیم. اوبال است اوبال. لعنتی به شرف را باز از دست دادیم. به خانه رفته نمی شود. همه جا پر از پلیس است. فکری بد نکن. تو پلیس هستی. شیطان رو گوش نکن. چه خیلی پلیس ها؟ این خیلی که میشد پلیس ها از پس هم نمی شدن. از پشت کلتکیلس از پلیسی هم موندم. ایناش هم درست. یا خدایا چه خیلی خانه است. این چیزها رو بین هم شکل است. در این خانه کسی نیست. قطی پشت پر از مکتوب است. کلتکیلسی بیشرف عمرش رو در این جایها گذراند. یک دو روز من همیستم چی می شود؟ هیچ گپ نمی شود. چقدر از تو گریختم ها؟ از عصبانیت خودش را نمیبخشد. تو کی هستی که مرا دستگیر میکرده ای؟ خیر رفته یگان چیزی به راحت پوشم. باز شف وقتی ایواز کردن لباس هایم رسیده است.
این خانه را بین وای بیشرف را از پسش دویده عاقبت به او مانند شدم. کاری کردت را بین او مثل من در کشادن درها آنقدر دشواری نمیکشد، به بالا جهیده از تریز میبراید. لعنتی بیشرف. او کلتکیلسی بیشرف، دستگیرت کرده حتما تو را میکشم. حالا ایست. عمرم را تلف دادی. من این ابله را هیچ نفهمیدم. گرسخته کلتکیلس ده جان دارد. چی دارد؟ رفته کمی خواب کنم. بگاه این بیشرف را در یگانجا دستگیر خواهم کرد. اتاق خواب این خانه در کجا باشد؟ در پایان باشد؟ خسته شدم. چی گپ هست؟ چی گپ؟ صاحب خانه آمد چی؟ بلا زند. صاحب خانه اینجا بوده است. سلاحم در بالامون. خیر، سلاح را گرفته رفتن لازم. بینندگان عزیز، از جایتان نجومیده برا گوش کنید. در دکان‌های گوشته که قانونی 36 سوم نرخ موندن، قصاب‌ها 38 سوم می‌فروشند. از ترازو زدنشون کم نه، باز استخوان هم میمونن. حیف شما قصاب‌ها.
دیوانه تو دقیقه راحت نگذاشتی مرا. اما با تو جزایی میدیم که تا آخری عمرت فراموش نمیکنی. اوف، بسیار خنک شده است. تا به آنجا اومد از پس من نآمده از هر جا باشد. بسیار خوب. استاد اونجا نغلطی جانت برویا. هجری؟ راستی گپ یک سوال دارم. هجری تو از کجا برآمدی ها؟ استاد سوال دارم گفتم. من چی میگویم تو چی میگویی هجری؟ خیلی پرس، هر چیزی که میپرسی زود باش. استاد بعضی مردم هندوستان مرده هایشان رو میسوزانند کو. چی؟ مرده هایی رو که میسوزانند از آتش دوزخ آزاد میشوند؟ چی خیلی آزاد میشوند هجری؟ این خیلی میشود مگر؟ اینجا سوختن که در اونجا یگان خیلی تخفیف نیست؟ هجری چی خیلی تخفیف؟ چون این نیست. تخفیف نیست. در این دنیا هر کاری که کنی در آن دنیا حتما جزایش را میبینی. یعنی اینجا سوختن در اونجا کمتر بخشش و تخفیف نیست؟ نیست هجری، چی خیلی برای آدمی سوختگی تخفیف میشود. پس چرا جسدهایشان رو میسوزانند؟ چی میدونم هجری، هر جا باشد آنها مرده ها را دوست نمیدارند. خیر، خدا از شما راضی باشد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. استاد جانم مثل تیر جواب دادید. ماشاءالله. شب بخیر. شب بخیر. ماشاءالله فکر نکرده جواب داده. بیچاره مرده های سوختگی. خدایا این چه خیلی بچه است. بسیار تیز بوده است. استاد دوگانی که داملازیا بودند را در محله نو شنیدم من. این حکمت خدا را ببین. رحمتی زیا را از دست دادیم اما به جای او دوگانی کش را روان کرد. شما هم استاد دین بوده اید به خدا. شما در عائله خوبی کلان شده اید که از عائله شما همه آدم های دینی میبراید. ماشاءالله. استغفرالله. استاد از شما یک خواهش دارم. امروز بعد درستان با مسجد آمده کمی برآمد کنید لطفاً ها؟ نه امروز من کار زیاد دارم. یکم وقتی دیگر میکنیم جناب کنعان. یعنی امروز نمیشود. میلش؟ خب انشالله استاد. انشالله. بیا. بیا شوکت، چای استاد را نزدش گذار. از من را اینجا گذار. سلامت باشه. استاد با اجازت شما من اطراف مکتب را یک از نظر گذرانم. بینم یگان مشکلی نیست یک تفتیش کنم. استاد با اجازه شما حاضر می آیم. تفتیش کردن لازم. در بالای کارم باید راستا باشم. من این پتی دیوونه را میپرانم. چی میگویی تو؟ با دختری که من عاشق هستم عاشق شده است. اوه، کنعان دیوانه هم با معلمه بانا عاشق است؟ مکتب رو برای امون خریده است. با خدا شوکت، این خیلی باشد کاری تو مشکل است. تو بانو را فراموش کن، دیگر از پسش نشو. چی میگویی؟ چخیل فراموش میکنم؟ برای من سلاح میابی در حال. سلاح میابی من کنعان دیوانه رو میپرونم. فهمیدی؟ شوکت دفع شو از اینجا. یا خدایا مرا دیوانه نکن. برای بانو شده سلاح میافتن. یا خدایا من تو را گفتم برای من سلاح یاب تمام. من او را باید پرونم. تو نمیفهمی. چی مگر برادر من نیستی؟ یک بار خدمت گفتم اما خدمت کن. یک سلیل اومده اینجا. برادر این چی شده است؟ Saida. Labai. Sendan رو ندیدی؟ در روشیانه پایان در نزد حاجتخانه بود کمی پیش. فهمم. آدمی افلاس. بی‌شرف. چی خیلی اینجا آمدی ها؟ چرا با من زنگ میزنی؟ صاحبه در کجاست؟ ای
سفید از من چی میخواهی؟ تو از من نپرسیده چه خیلی با اینجا آمدی؟ فکر کردی که از من خلاص میشوی؟ همسالی پدرم هستی. شرم نمیکنی تو؟ پسی به شرف. زندگیم رو سیاه کردی، اکنون مرا به حالم گذار. مدراگی تو از من هستی. از این دیده مردنم خوبتر است. تو از من هستی. مجبوری نه، با خواهش خودت. اصلا با نزدم نهایی مادری دوست داشته‌ات رو، اکت رو، چشمانم رو نپوشیدم میکشم. فهمیدی؟ لباسایت را جمع کن. با اکت چیزی نمیگویی. با او بگو که به نزد مادرم میروم. این شام به نزد ساحل بیا، تو رو از آنجا میگیرم. اگر با پلیس خبر دهی همه تان رو میکشم. مادرت رو، اکت رو، همه تان رو. در اینجا چیه بو شدم؟ الو احمد التماس مرا نجات ده. احمد ملیس تو هستی؟ احمد بابایم نمیخواهد بخوره، مرا اینجا محکم کرده است. امشب مرا به خارج روان میکنند. مرا از اینجا نجات ده احمد التماس. ملیس در کجایی؟ در کجا بودنت را میدونی؟ در خانه پیشینه بابایم هستم. ملیس خدا لعنت کند. یا خدای مهربان، از من خلاصی نداری به شرف. سلاح رو آوردی؟ آوردم. اول پول رو با من میده.
بپراند؟ میدانستم که میایی. آخر تو دختری با عقل هستی. دستت رو گیر. تو را چه خیلی خوشبخت میکنم خواهی دید. تو را بسیار خوشبخت میکنم. تو چیکار کردی ها؟ با پلیس خبر دادی؟ قسم میخورم اما پلیس خبر ندادم. من با تو چی گفتم؟ حاضر من تو را میپرانم. استوی بدبخت. دیوانه است تو جانم باید خلاص شود. ایستا! به خدا رسیدی. تو رو پروندم. از دستم خلاصی نداری خزنده. چقدر خونی زیادش رفته است. 10 لیتر خون دارد. خزنده یبلا حاضر تو را دستگیر میکنم. خودت رو غم نده هنر. این در را کشاده نمیتوانی. فهمیدی مرا؟ در را کشا به شرف لعنتی. امتی عقل. تو را دانسته به اینجا آوردم. این خانه را پیشتر آماده کرده بودم هنر. خیر تو بازدید جنابی هنر. خودت را احتیاط کن. من چی کار کنم؟ خدا تو را زند. اوه اینجا بسیار بلند بوده است. من از اینجا گریخته نمیتوانم. بی شرف. شام بخیر. خواستم یک خبر دهم. سابق کمیسر که در کافتوکاب بود اونال در محله کرافیل بینای دینیز اتاق 35 بودنش را میخوام خبر رسانم. من سن پاستانچی. کمتر پس میآیم. در کجا بودن این میلیس را باید یابم. این خون نیست. تورگوت میلیش را میبرد. به آلمان که رسیدی مرا خبردار کن.
тургут ту милисро бобар зуд. итоат оғои акрам. ҳама каса пеши ман биёед, зуд биёед. биноро иҳота кунед. 5 нафар аз ин тараф, 5 нафар аз он тараф. мероҷуди ту дар дуруни мусика ба ҷо шав. анамо қитича. وای ابلهی چارچشمه 2 нафар инҷо истад. мо 5 нафар ба боло мебароем. як-ду полиси бузбаларо биёреду дар роҳ шиканем. وای لیونتی لعنتی من تو رو در افته در اندامد. ҳамин доми кажалара зафари тахта сохтага. ку зангаш бизане ками лифти вайронаш кор мекуна ё ки не? ҳамаи паси левин. Ki asti? میلیس در کجاست؟ میلیس در کجاست؟ بیا تمام بزن. اکمنال بخشش همین در بکشن التماس. وای لیونتی چارچشمه من از پوستت دایره بسازم. با خدا رای گرز نداره. تمام بطالان در این پوشیده داره. سردارم خواهش بکنم در رو کشوید. همین در با اختیار خودت بکشو اکمنال. وجدانی سالم نمیزنم. تو همینجا بوده است. сардор калтакелас ба унал дом андохтааст. хонае ки унал аст полисҳо иҳота карданд. агар уналро ба маҳбас баранд нақшаатон хатарнок мешавад. агар хоҳед рафта калтакелас ва уналро гирифта биёрам. не саросима нашавед. мунтазир бошед. итоат сардорам. зуд противогазҳоро биёред. гази жижни мепартӯед. дуд кӯдакҳоро партӯед. ҳам марда каму чизое ки дуд мекунам партӯед. дара тахтах кун. яки мекушоям. сардорам тамом кафат дуд кард. акавнал дара букшо нафас мо гирифт. میلیس 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 در کجا هستی میلیس؟ در کجایی میلیس؟ میلیس
رو پرتو تسلیم شو